به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، قبل از آن میخواستم فرارسی عید سعید قربان را به یکایک شما تبریک بگم و از خداوند منان قبول عبادت ها و مغفرت همه کمبودی ها و گناه ها را برای یکایک ما و شما تمنا دارم. واقعا امسال عید سعید قربان در یک روزهای بسیار هم دشوار و پیچیده پیش آمد برای تمام مسلمانان، بخصوص برای مسلمانان منطقه ما سابق شوروی که نزدیک 2 میلیون هموطنان ما در روسیه زندگی دارند، مهاجران عزیزی ما که واقعا هم در یک نه تنها به خاطر جنگ اوکراین بلکه به خاطر اون حادثه‌ای که در هفته‌های اخیر در روسیه رخ داد دچار یک تشویش، ناآرامی هستند. ولی ملت عزیز ما طول 30 سال هست که عیدها را، عید سعید قربان، عید رمضان را همیشه در همین گونه حالتهای تشویشی و ناآرامی به سر میگذراند. گاه دچار بالاروی نرخ‌ها در بازارها میگردد، گاه دچار فشار و اذیت از طرف سیاستمداران در داخل کشور، گاه حتی در روزهای عید ما شاهد آن بودیم که زندانی کردن، عذاب و تعذیب و تحقیر مردم هست. و باز امسال بالای مهاجرین ما در روسیه این ناآرامی ها آمد که به زندگی هر یکی آنها تاثیر دارد. ولی با وجود این هم من مطمئنم ملت دین محور و ملت قناعت پیشه و ملتی که در همه حالت از پروردگار شکرگزار هست این روزهای سخت را هم پس سر خواهد کرد و عید را با یک کمال آرامیش، با در رو برای پروردگار ایستادن و با دعا در حق خود و در حق پدر و مادر و در حق گذشتگان و بخصوص در حق ما مهاجرین سپری خواهند کرد. و باید گفت که در این شب و روز چون عید قربان هست، مستحق ترین و سزاوارترین کسانی که باید با آنها این تبریکات را روانه کرد پیش از همه زندانیان ما هستند و بعدا مهاجرین ما. زیرا زندانیان ما که خود را، آزادی خود را و بعضی از شهیدان ما جان خود را قربان کردند، همون حضرت اسماعیل هستند که با کمال میل و رضایت و آمادگی راضی شد که پدرش پیامبر حضرت ابراهیم او را قربانی کند. و با این قربانی و با این از خود گذشتن نشان داد که یک بنده در برابر اراده پروردگارش چگونه باید باشد. و برادران و خواهران زندانی ما چه در تاجیکستان و چه در روسیه، اون کسانی که از هموطنان ما به ظلم و به ناعدالتی زندانی شدند، اینا همون قربانی ها هستند، همون اسماعیل های زمان ما هستند و این عید پیش از همه عید آنهاست و ما باید همگان هم آنها را تبریک بگیم و در حقشان دعاگو باشیم که هر چیز زودتر پروردگار آنها را از این ظلم آزاد کرده باشد. و گروه دوم، همونطوری که پیشتر هم گفتم، گروه مهاجرین ما هستند، بخصوص کسانی که در پی پیدا کردن یک لقمه حلال، رزق حلال برای فرزندان و برای خانواده های خود وطن را، خانه گرم را، کنار پدر و مادر و زن و فرزند را ترک کردند، به روسیه و دیگر کشورها هجرت کردند و اینا هم سزاوار آن هستند که این عید را برایشان تبریک بگیم. و واقعا پیشواز گرفتن عید در شرایط دور از وطن، دور از خویش و تبار، بخصوص برای ما تاجیکا که رسم داریم، آیین و عرف داریم که همیشه عیدها را در کنار خانواده با عیادت خویش و تبار و بخصوص گذشتگان خود با خواندن دعا و فاتحه در سر مزارشان عیدها را میگذرانیم. ولی این هموطنان عزیز ما در این عید و شاید که در چندین عیدهای دیگر از این حالت خوبی معنوی و روانی محروم بودند. و البته وقتی که من مهاجران میگم، تنها مهاجرین مهنتی را در نظر ندارم. ما ده ها هزار مهاجرین سیاسی داریم که نه به خاطر پیدا کردن لقمه یا که تحت فشار مسائل های اقتصادی هجرت کردند، بلکه به خاطر آزادی، به خاطر مبارزه، به خاطر آن که بجای هموطنان زندانی و مهاجر و هموطنانی که در داخل کشور گروگان هستند،
به جای آنها مبارزهشان را دوام بدهند و این برادران و خواهران مهاجران سیاسی ما هم مستحق هستند، سزاوار آن هستند که این عید را برایشان مخصوص تبریک بگیم و امیدوارم که این سه گروه که سزاوارترین گروهی از بدنه ملت ما هستند نه تنها فراموش نکنند که ملت در فکر آنها هست، در پشت آنها هست، بلکه اینها هم که دعایشان نسبت به دیگران بیشتر مستجاب خواهد بود. انشاءالله در حق ملت و در حق ما دعا را فراموش نکنند. البته ملت اذیت کشیده ما هم که در داخل کشور باشند، حتی آنهایی هم که خود را قربانی این سیاست ها و این وضعیت نمیدانند ولی در اصل قربانی اصلی آنها هستند، اونها را هم تبریک میگیم و از پروردگار دعا میکنیم که شاید به خاطر عبادت و ریاضت و آگاهی بیشتر چشم ملت باز شود که هر چه زودتر از این مصیبت و از این ظلم و ناعدالتی که در کشور ما هست رها بیابند. و یادمان رود که امروز عرفه عید سعید قربان راست آمد به یک سنه دیگر که در تاریخ ملت ما با نام روز وحدت ثبت شده است. اما من با وجود آن که این یک جشن ملی بود و هنوزم در تاریخ ثبت شده است، امروز نمیخواهم که ملت را در برابر عید سعید قربان با جشن وحدت تبریک بگویم، زیرا دیگر از اون جشن وحدت چیز باقی نمونده است، از اون روز چیز باقی نمونده است و ملت که واقعا این وحدت را و این روز را انتظار بود و به خاطر این روز قربانی ها داد، مهاجرت کرد و برگشت به وطن و با شادی و سرور روز امضاشوی سازشنامه صلح را پیشواز گرفت. امروز ملت خود را فریب خورده می‌داند برای آنکه یک نفر و یک گروه بسیار هم محدود، حتی من یک طرف نمیگم، یعنی یک طرفی صلح حکومت جمهوری تاجیکستان، اعضایان فرانت خلقی و خیلی از جانبداران و طرفداران فرانت خلقی و حکومت بودند و یک طرفی صلح و وحدت ملی نیروهای اتحاد نیروهای اپوزیسیون، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با یاران و همکارانشان در این اتحاد و مردم و خیلی از قشرهای گوناگون ملت که جانبداری از اتحاد نیروهای اپوزیسیون و از حکومت مراسای ملی میکردند، اینا همه در مجموع فریب خورده هستند و همه ما ملت فریب یک نفر و یک گروه خرد را خوردیم که امروز از اون صلح و وحدت، از اون سازشنامه چیز باقی نموند و تمام اون معیارها و آرمانهایی که در سندها ثبت شده بود پامال شدند و ما امروز چیزی را از آن را نمیبینیم، بلکه حکومت یک خانواده و یک فرد را میبینیم که به هیچ وجه این خواسته و طلبات صلح، وحدت و سازشنامه نبود. بنابر همین من با وجود ذکر این سنه اون را به کسی تبریک نخواهم گفت، اما نکته مهم اینجا هست که ملت باید بار دیگر با مبارزه و تلاش این جشن و این عید را به ملت برگرداند و همگان تمام قشرهای ملت این روز را سربلندانه در وطن با هم جشن میگیریم. و بار دیگر با استفاده از این فرصت یک شما را به عید سعید اضحی، عید قربان تبریک میگم و برای همگان و پیش از همه برای ملت و کشور عزیزمان سربلندی و شکوفایی را از پروردگار تمنا دارم.